بذارید یه قصه براتون بگم. یه آقای اسپانیایی بود که مسیحی و بسیار با ایمان بود. ایشون دوستی داشت در کشور پرو در آمریکای جنوبی. یه بار دوستش باش تماس گرفت و گفت من اینجا چند تا دوست سرخپوست دارم، یه روز بیا و به مسیحیت دعوتشون کن. این آقا فرداش رهسپار پرو شد. توی هواپیما کتاب مقدسش رو در آورد و یه جا از وسطش شروع کرد به خوندن. سوره‌ای بود درباره پیامبران و مردمان کافر. بارها اینجا رو خونده بود، درباره کافرانی که خدا براشون پیامبرانی فرستاد ولی اونها بر دین خودشون پافشاری میکردن و به ندرت به حرف پیامبران توجه میکردن. اونها معمولاً معجزات و حرفهای درست پیامبران رو نادیده میگرفتن و میگفتن که ما به دین پدران و نیاکان خودمون باور داریم و حرفهای شما برامون مهم نیست. این دوستمون هیچ وقت درک نمیکرد که چرا کافران اینطور برخورد کردن. با خودش میگفت با اینکه اونها کافر بودن ولی عقل که داشتن، پس حتما میتونستن درستی حرف پیامبران رو بفهمن. آرزو کرد که یک روز بفهمه که چرا بعضی مردم اینقدر با حرف حساب مشکل دارن. صبح فرداش که رسید با دوستش به دیدن یکی از همون سرخپوست ها رفتن که یه زن میان سال بود. اینم حرفش رو شروع کرد و گفت که دین شما دین درستی نیست و شما باید به مسیح ایمان بیارید. زن پرسید چرا؟ این گفت مسیحیت آخرین و کاملترین دین دنیاست. زن گفت پس این همه دینی که بعد از مسیحیت اومدن چی؟ این گفت نه، اونها هیچ کدوم دینهای خدا نیستن، اونها همه فرقه های کفرآمیز هستن. اون زن گفت ادیان کهن‌تر از مسیحیت هم همین حرف رو درباره مسیحیت میزنن. هر دینی خودش رو آخرین و درستترین دین و همه ادیان پس از خودش رو فرقه های کفرآمیز میدونه. ادیان پیش از خودش رو هم یا کفر و یا منحرف میدونه. دید زنه داره راست میگه. گفت ببین عیسی مسیح کسی بود که به انسانها یاد داد که پرمحبت باشن و از کسی نفرت نداشته باشن. زنه گفت یعنی پیش از اومدن عیسی نمیدونستین که محبت خوبه و نفرت بده؟ آیا از همین محبت بود که به خاطر مسیحیت سرخپوستان رو قتل عام کردین؟ این گفت عیسی مسیح این همه معجزه کرده، مرده زنده کرده، کور بینا کرده، روی آب راه رفته. زنه گفت این کارا به نظرت خیلی بزرگه؟ تو اگه قدرت‌هایی که در اسطوره‌های سرخپوستان مطرح شده رو بشنوی چی میگی؟ این گفت قدرت‌های سرخپوستان از طرف خدا نیستن، اونا یا جادو هستن یا از طرف شیاطین و دیوها. زنه گفت کدام خدا؟ خدای تو؟ خب سرخپوستان هم خدایان خودشون رو دارن، اونا هم میتونن بگن که کارهای عیسی همه جادو و شیطانی بوده. این گفت چیزی که سرخپوستا بهش میگن خدا واقعا خدا نیست. زنه گفت و اگه اونا هم همین حرفو درباره خدای تو بزنن چی؟ دلیلی داری که ثابت کنه خدای تو واقعا خداست؟ این گفت نه، ببین اون قدرتایی که شما توی اسطوره هاتون دارین همه خرافه هستن، تو که خودت هیچ کدومشون رو ندیدی. زنه گفت خودت کدوم یک از معجزات عیسی رو دیدی؟ اصلا خود عیسی رو دیدی؟ این گفت همین الان هم کشیشایی هستن که در کلیسا بیماران رو درمان میکنن. زنه گفت کلیساها از قدیم کسانی رو به عنوان بیمار بین مردم میفرستادن و بعد اون شخص در مجلس دعا نمایش میداد که نیروی وارد وجودش شده و درمان شده تا همه فکر کنن که عیسی از آسمون درمانش کرده. این نمایش ها در مسیحیت و اسلام و هندویسم رواج داره. این یادش اومد که آره مدتی پیش هم خبری شنیده بود که در کلیساهای این نمایش ها لو رفته و حسابی آبروریزی را افتاده. بعدش گفت ببین من خودم بعضی از این قدرت ها رو از کشیشان مسیحی دیدم. زنه گفت یعنی الان من اگه همون قدرت ها رو بهت نشون بدم قبول میکنی که از طرف خدا هستم و حرفم و راهم درسته؟ اینم گفت بله، خدا که نمیتونه معجزاتش رو به انسانهای نادرست و دروغگو بده، البته حق جادو کردن هم نداری. زنه گفت فرض کن من خدای تو رو قبول دارم، تو از کجا میخوای بفهمی که قدرت من از طرف خداست یا شیطانیه یا جادو است؟ خب تو هر چیزی که به نفع دینت باشه میگی از طرف خداست و هر چیزی که مخالفش باشه میگی جادو یا شیطانیه. برای تو تعریف خدا خلاصه شده توی مرزهای دینت. با این تعریف خدا بر اساس دین پیروان دیگر ادیان هم میتونن بگن قدرتی خداییه که در راه دین اونها باشه و هر چیز مخالفی شیطانیه، چون اونها هم بر اساس دین خودشون خدا رو تعریف کردن. بگذاریم، حالا میخوای همین الان چند تا از چیزایی که بهش میگی معجزه رو ببینی؟
این آقا دید اگه یکم بیشتر اینجا بمونه دیگه به همه چیز شک میکنه. تا اینجاش کاملا فهمیده بود که با یه خردمند طرفه. از فکر این که الان اگه بگه آره ممکنه واقعا این زن معجزه کنه به وحشت افتاد. پس از سر جاش بلند شد و گفت نه نمیخواد، به هر حال همه قدرت‌های تو از طرف شیطان است و من هم هیچ وقت با این کارا ایمانم رو از دست نمیدم و به دین تو خدای تو ایمان نمیارم. زنه گفت مگه من گفتم به چیزی ایمان بیار؟ من خودم نه خدایی میشناسم نه شیطانی. بعدم بلند شد و رفت. این دوستمون که اعصابش حسابی به هم ریخته بود میخواست ایمانش رو به هر قیمتی نگه داره و هر حرفی که میخواد به شک و شبهه بده رو نادیده بگیره. پس فوراً به فرودگاه برگشت. توی هواپیما دوباره انجیل رو باز کرد. یادش افتاد که همین امروز صبح وقتی توی هواپیما داشت کتاب مقدس میخوند درباره کافران فکر کرده بود و اینکه چرا اونها به حرفهای درست پیامبران توجه نکردند. یادش به رفتار امروز خودش افتاد. یادش اومد که هر چیزی که اون زن سرخپوست امروز بهش گفته بود همه درست بود، ولی با این حال خودش به همه اون حرفهای درست بی‌توجهی کرده بود. هرچی تلاش کرد هیچ ایرادی در منطق حرفهای اون زن به یاد نیاورد. اون حتی پیشنهاد معجزه هم داده بود، ولی این بدون اینکه چیزی ببینه پاسخ داده بود که قدرت‌های تو همه از طرف شیطانه. طبعاً اگه معجزه از اون زن میدید هم باز مجبور بود همینو بگه تا بتونه مسیحی موندن خودش رو توجیه کنه. یادش افتاد که تمام باورها و اساطیر سرخپوستان رو خرافه نامیده بود و به اون زن گفته بود که تو هیچ کدوم از اینا رو خودت ندیدی، در حالی که خودش هر چیزی مسیحیت گفته بود رو بدون دیدن باور کرده بود و ایمان آورده بود. هرچی تلاش کرد که دست کم یک تفاوت بین رفتار امروز خودش و رفتار کافران با پیامبران پیدا کنه نتونست. احساس کرد تازه داره احساس کافران رو درک میکنه. شاید دلیل رفتار اونها این بوده که اونها هم میخواستن ایمانشون به دین خودشون رو حفظ کنن و تازه از کجا معلوم داستانهای پیامبران دروغ نباشه. با خودش گفت پس دیگه چه فرقی بین ایمان و کفر باقی میمونه؟ آیا کفر به معنی پافشاری بر حرف نادرست نیست؟ خب این که دقیقاً همون کاری بود که خودم امروز به نام ایمان انجام دادم. پس ایمان چیه؟ مگه ایمان این نیست که به باور خودت پایدار بمونی و هر حرف و دلیل مخالف و هر شکی رو نادیده بگیری، حتی اگر اون دلیل یک دلیل منطقی و اون شک یک شک به جا باشه؟ خب این که دقیقاً میشه تعریف کفر. طبعا هر کسی باورهای آبا و اجدادی خودش رو درست میدونه و به سایر باورها میگه کفر. با خودش گفت من هم امروز هرچی حرف حساب و دلیل و منطق شنیدم باز هم بی توجه برگشتم به دین پدران و نیاکان خودم. خب دوستان، من نمیدونم شما در کدام کشور زندگی میکنید و چه دینی دارید. فقط یک بار خودتون رو به جای این آقا قرار بدید و به دین خودتون و اون چیزی که بهش میگید ایمان فکر کنید. بعد دقت کنید که آیا چیزی که بهش میگید ایمان تعریفش دقیقاً همون چیزی نیست که بهش میگید کفر؟ البته احتمالاً میگید که دینی که من بهش ایمان دارم یک دین درسته و کلی معجزه داره، که البته این دقیقاً همون حرفی هست که همه اونهایی که بهشون میگید کافر هم درباره دین خودشون میزنن و اونها هم شما رو کافر میدونن. یعنی مهمترین تفاوت ایمان با کفر دقیق ترین شباهت ایمان با کفره.